بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزه ما شما جمع پولنومها رو ما شما جمع میکنیم. بعد از او تفریق پولنومها، ضرب پولنومها و تقسیم پولنومها. جمع پولنومها ما شما اینطور بکنیم که مشابه حدها که مشابه حد یک جای میکنیم. اینطور بدل میتونیم که مثلا مختلف حدها مثلا مختلف توانها داشته باشه و نمور ما شما که دیگر یک جای کردن نمیتونیم. و نمور که مشابه حد باشه و نمور که دیگر یک جای میکنیم. من طرف مثال A مساوی است A پولینوم 1 جمع 2x جمع 3x مربع، B مساوی است 3x منفی 5 منفی 2x مربع و C مساوی است x مربع منفی 5x جمع 4. یعنی میشه این منظم نیست. یعنی پولینومها رو ما شما منظم میکنیم. اینطور یا نزولی ترتیب میکنیم یا صعودی ترتیب میکنیم. ما شما اینو نزولی ترتیب میکنیم. میایم 3x مربع و اینمی جمع رو ما شما فوقی هم جمع کرده میتونیم و عمودی هم جمع کرده میتونیم. 3x مربع 3x مربع من جمع 2x و جمع هم 1. در این پولینوم پیدا میکنیم چی است؟ x مربع منفی 2x مربع است. یعنی منفی 2x مربع جمع 3x و منفی 5. در پولینوم c x مربع منفی 5x جمع 4. اینه میره با شما جمع میکنیم. در جای x مربع ما شما تنها یک x مربع میاریم. از 3 که 2 برابر منفی شود تفریق شود چند میمانه؟ 1. 1 جمع 1 هم 2x مربع. 2x جمع 3x چند میشه؟ 5x. 5x و منفی 5x صفر خلاص چیز نمیمانه. و 1 جمع 4 چند میشه؟ 5. 5 جمع منفی 5 یه هم صفر میشه. بس جواب اینمی مثلا اینمی پولینومها که ما شما جمع کنیم یک جای کنیم و مشابه حدها را که یک دیگر جمع کنیم تنها چی حاصل میشه؟ 2x مربع به دست میاد. این شد یک مثال. بیایم طرف مثال دیگر ما شما حل میکنیم. اینمی جبر ما شما یک مثال دیگر هم داده که A مساوی است A بتوان 4 B منفی 2A مکعب B مربع منفی 3A مربع B مکعب منفی 4C منفی 2B. ये शुद्ध चीज A. मैं तरफ B मसावी से A मकाब B मरबा मंफी 2A मरबा B मकाब मुस्बत 4B و منفی 4. طرفی C پولینوم C مساوی میشن A بتوان 4B جمع A مکعب B مربع و منفی 2C. اینمی پولینوم شما ये माशुरा तरतीब में करें. A बतौर 4B ये तकरीबन तरतीब
منفی دو از یک کم شود چی میشه؟ ای مکعب بین یک اضافه میشه بی مربع میشه. منفی سه ای مربع از مکعب یک کم شود ای مربع میشه به بی یک اضافه میشه. منفی چهار سی منفی دو بی. این ما شما ترتیب میکنیم. پولینوم A مساوی است 4 A به توان 4 B منفی 2 A مکعب B مربع منفی 3 A مربع B مکعب منفی 4 C منفی 2 B. اینمی پولینوم B را ما شما میبینیم. اینمی جا اگر A به توان 4 بود خود صحیح است. اگر نبود باز میریم طرف A به توان 3 طرف میریم. اینمی جا A به توان 3 است A مربع است و دیگه نیست. مقصد این نیست. ما شما میریم طرف چی؟ A به توان 3 ایره زیری A به توان 3 نمیشه میکنیم. پس اینمی خانه را اینمی طور میمانیم میریم اینمی جا چی است؟ A مکعب B مربع. پس میان دیگر نوبت چی شد؟ ای مربع. ای مربع اینمی جمع شما دارد این چی است؟ منفی 2 ای مربع بی مکعب. یہ ہم ما شما اینمی جمع پیدا کریم. دیگر ای تنها ای نیست. اینمی چی است؟ بی است و تنها ثابت عدد است. این ما شما نوشته میکنیم. پس جای خانه 4 سی است. هر سی و اینمی که ما شما نداریم. این ما شما اینمی تو بمانیم. چی است؟ بی است. بی اینمی جمع است. اینمی جمع شما داریم. چی است؟ اینمی تو بمانیم. مثبت 4 بی نوشته میکنیم. و منفی 4 ثابت عدد است. اینجا نیست. این تنها اینمی نوشته میکنیم. منفی 4. پولینوم بی هم خلاص شد. میان طرفی C A به توان 4 اینمی جمع شما داریم. اینمی جمع A به توان 4 زیر اینمی نوشته بکنیم A به توان 4 B. A مکعب مثبت A مکعب B مربع منفی 2 C. C اینمی جا داریم خود در پولینوم دوم نبود. اینمی جا ما شما زیر اینمی جا نوشته میکنیم. A مربع اینمی جا هست و اینمی جا ما شما A مربع نداریم. پس اینمی خانه را اینمی طور بمانیم. میایم اینمی جا چی نوشته میکنیم؟ 2 منفی 2 C اینمی نوشته میکنیم. اینمی علیه ما شما پاک میکنیم. این ما شما جمع میکنیم. 4 جمع 1 5 A به توان 4 B مکعب منفی 2 1 و مثبت 1 چند میشه؟ مثبت 1 مثبت 1 مثبت 2 مثبت 2 منفی 2 خلاص میشه. نوشته کردن اینمی ضرورتش نیست. منفی 3 A مربع و منفی 2 A مربع چند میشه؟ منفی 5 A مربع B مکعب. منفی 4 و منفی 2 منفی 4 C و منفی 2 C چند میشه؟ منفی 6 منفی 6 C میشه. منفی 2 B و مثبت 4 B چند میشه؟ مثبت 2 B به دست میاد. مثبت 2 B و منفی 4. این بود اینمی سه تا پولینوم که برای ما شما داده بود که اینمی سه تا پولینوم شما ترتیب کنی و اینمی را جمع کنی که دیگر. ما شما علما مشابه حد ها زیر یک مشابه حد یک جمع میکنیم و اینمی طور افقی اگه جمع کنیم هم که مشابه حد علما دیگر مشابه حد را یک جمع میکنیم یا تفریق میشه تفریق میکنیم
انمي بس حسيت انمي بري ما شو ما يعني بدس بها اقدر مثلا در دوم كلهم قدام حد ونمو حد نقول ونشتكلين انه ضرورت نیست ونمو جاره خالی میمونه ضرورت نمو نشتكلين نیست یا اگر مثلا بس صفر پورا کنیم مشکل نیست مثلا نمیشه ما شما پورا ببینیم که صفر ضرب a بتوانه 4 b سیز یعنی میره جمع بس نمیشه صفر کده یک جای کنیم مشکل نیست کدام تغییر آوردن نمیتونه کدام زیاد میکنه یا کم میکنه چیزی تغییر آوردن نمیتونه نمیشه مثلا ما شما مشتکلی که جمع صفر سی صفر سی کده نمیشه یک جایش پس اونم منفی 6 سی به دست بیاره ما به صفر ما شما یه بخانه رو کنه میتونه اما این میتونم اگر من مشکلی نیست این بود جمعی پولینوم‌ها دیگر درس ما شما انشاءالله جمع تفریقی پولینوم‌ها تقریبا اون میتونه کدام فرق نداره تنها اونمو علاماتش تغییر بخوره دیگر اونمو عملیه نمیتونه عملی است تشکر